یه لحظه چشماتو ببند. یه رابطه‌ای رو تصور کن. هر رابطه‌ای که برات مهم بوده. اون لحظه‌ای رو یادته که فهمیدی چرا اینقدر سخت پیش میره؟ چرا انگار داریم حرف میزنیم ولی نمیشنویم؟ چرا با اینکه نزدیکیم باز هم از هم دوریم؟ انگار دو نفر کنار هم خوابیدن ولی روحاشون پشت دیوارای جداگونه‌ای لرز میکنه. سلام، من عسل هستم و تو الان وارد یکی از مهمترین فصل‌های زندگی خودت شدی. فصل آینه دلبستگی. اینجا از عشق حرف نمیزنیم. اینجا از ریشه های عشق حرف میزنیم. از چیزی که حتی خودت هم نمیدونی چطور از کودکی تا امروز داره رابطه هات رو هدایت میکنه. اینجا قراره آینه جلوت بگیرم که نه فقط دیگری رو توش ببینی بلکه خودت رو، اون نسخه کوچیک تو که هنوز پشت همه واکنش‌ها و ترس‌ها پنهونه. سال 1950 یه پزشک بریتانیایی، جان بالبی، مردی که داشت روی کودکانی تحقیق میکرد که مادرانشون ازشون جدا شده بودن. اما چیزی که دید فراتر از انتظارش بود. این بچه‌ها فقط غمگین نبودن، ذهنشون انگار خاموش شده بود. بدنشون مدام دنبال نشونه‌های خطر میگشت. بابی فهمید که انسان از همون روز اول زندگی با یک نیاز وارد دنیا میشه. نیاز به یک نقطه امن، نه یه آدم، بلکه یک تجربه احساسی. وقتی میترسم کسی هست؟ وقتی گریه میکنم کسی میاد؟ وقتی نزدیک میشم رونده میشم یا در آغوش گرفته میشم؟ این سوالها جوابشون رو توی مغز ما ثبت میکنن. در اتصالات عصبی، توی هورمونا، توی سیستم عصبی خودکار و حالا هر رابطه‌ای که توی بزرگسالیمون میسازیم در واقع ادامه همون جواباست. بذار ازت یه سوال بپرسم. تا حالا شده با کسی باشی که انگار بیشتر از این که دوستش داشته باشی از دست دادنش میترسی؟ یا با کسی بودی که هرچی نزدیکتر میشدی اون بیشتر عقب میرفت؟ یا حتی تو همون آدمی بودی که وقتی رابطه جدی میشه ناخودآگاه فرار رو انتخاب میکنی؟ این داستانهای جدا نیستن. اینا فصلهای مختلف یه داستانه. داستانی که رابطه با مراقب اولیه شروع میشه. اینجا میخوام یه تصویر خیلی واقعی بسازم. وقتی یه آدمی بهت پیام نمیده، فقط ناراحت نمیشی، قلب تون میزنه، گلوت میسوزه، شکم جمع میشه. این احساس فقط دلتنگی نیستن، اینا عملکرد یه سیستم عصبی فعال شدن که آمیگدالا میگه خطر، تنها شدی. هیپوکامپ میگه قبلا هم این حس رو داشتی. قشر پیشانی میگه آروم باش، میتونیم منطقی حرف بزنیم. ولی خب اغلب اونی که برنده میشه آمیگدالاست. و نتیجه پیام های پشت هم، عصبی شدن، چک کردن یا اصلا برعکس فرار میکنی. میبینی؟ اینا انتخابهای آگاهانه نیستن، اینا دفاعی هن. بدن ما تلاش میکنه که زنده بمونه. اینجای قصه ممکنه یکم دردناک باشه. بعضی از ماها توی کودکیمون یاد گرفتیم که اگه گریه کنم کسی نمیاد. بعضی هم یاد گرفتن اگه نزدیک بشم رونده میشم. و بعضی هم یاد گرفتن بعضی وقتا آغوش هست، گاهی نیست. پس باید همیشه آماده باشم. حالا توی بزرگسالی هر بار که کسی رو دوست داریم این کودک‌های ناتمام از پشت ذهنمون میان جلو و میگن این بار هم تنها میشی.
این بار هم جدی نگیر. این نزدیک شدن خطرناکه. فرار کن. اینجا یه صحنه آشنا رو برات میسازن. تو الان توی رابطه ای هستی که میدونی سالم نیست. میدونی که باید بری. میدونی داره نابودت میکنه. ولی میمونی. چرا؟ چون ذهن انسان یه انتخاب عجیب داره. درد آشنا از محبت ناشناخته امن‌تره. ما به چیزی کشیده میشیم که توی کودکیمون تجربه کردیم، حتی اگه دردناک بوده باشه. به این میگن تکرار الگوهای دلبستگی. حالا که وارد داستان شدیم، بذار 3 شخصیت مهم این نمایش رو معرفی کنم. اضطرابی ها، قهرمان های همیشه نگران. اونا عشق رو دنبال نمی کنن. اون چه دنبال می کنن اطمینانه، چون توی کودکی اینو یاد گرفتن عشق ناپایداره و هر لحظه ممکنه از بین بره. برای همین عشق زیاد میدن، ولی از تنهایی میترسن. پیام زیاد میدن چون طرد شدن براشون مرگ عاطفیه. اجتنابی ها، قهرمان های همیشه قوی. نه اینکه نمیخوان دوست داشته بشن. مشکل اینه که نزدیک شدن براشون ناامنه، چون کودک درونشون تجربه کرده وقتی نزدیک شدم رنج دیدم. پس فاصله میگیرن، احساساتشون رو میبندن یا خیلی منطقی میشن توی عشق. آشفته ها، زخمی ترین شخصیت داستان. 1 قدم جلو، 2 قدم عقب. میخوان، میترسن. میمونن، میرن. این سبک نتیجه تجربه های بی‌ثبات و دردناک کودکیشونه. اگه تا حالا این اتفاق واسط افتاده، این بخش رو دقیق گوش کن. وقتی یه اضطرابی با یه اجتنابی وارد رابطه میشه، نمایش شروع میشه. اضطرابی نزدیک میشه، اجتنابی عقب میره. اضطرابی بیشتر نزدیک میشه، اجتنابی بیشتر عقب میره. و هر دو فکر میکنن طرف مقابل نمیفهمه من چی میگم. در واقع هیچ کدومتون همدیگه رو نمیبینین. فقط دارین از ترسای قدیمیتون محافظت میکنین. اینجای داستان جاییه که نور وارد میشه. دلبستگی یه سرنوشت قطعی نیست. چیزی نیست که تا ابد حک شده باشه. مغز انسان انعطاف پذیره. اتصالات عصبی قابل تغییره و تجربه رابطه امن میتونه ساختارهای درونی رو بازسازی بکنه. آگاهی، همین که تو الان داری این پادکست رو گوش میدی، اولین قدمه. تو داری وارد دنیای خودت میشی، جایی که میتونی ترساتو کشف کنی و دوباره عشق رو تعریف کنی. پس وقتی دفعه بعد تو رابطه ای دیدی یه باره خاموش شدی یا بیش از حد حساس شدی یا اصلا ترسیدی، به خودت نگی چرا اینجوریم ها. به خودت بگو کدوم از بخش من هنوز احساس ناامنی میکنه و چطور میتونم دستشو بگیرم. این فصل، این مجموعه، این پادکست، این مسیر برای همین شروع شده. اینجا فلوریشه و این اولین اپیزود از مجموعه آینه دلبستگی بود. تو اپیزود بعدی میبریمت دقیقاً به جایی که همه چیز شروع شد. کودکی، اولین تجربه عشق و اولین زخمی که شکل رابطه های امروز تو ساخت. تا اپیزود دوم، بدرود.